بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند، امروز هم که باشد بهر شما یک برنامه را، یک احادیث را از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به سمع شما میرسانم. پیش از آغاز صحبت طبق عادت پیشین از هر یکی شما عزیزان دل معذرت خواهی میکنم، شاید در دوام صحبت از بنده خطاگی سر بزند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم راویش از ابی بن کعب رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ابو منذر اتدری ای آیت من کتاب الله معك اعظم؟ قال قلت الله و رسوله اعلم. قال یا ابو منذر اتدری ای آیت من کتاب الله معك اعظم؟ قال قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم. بقره. قال فضرب في قال والله لا يهنيك علم ابو منذر. ابی بن کعب رضی الله عنه یکی از قاریان قرآن، یکی از صحابه جلیل قدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم است. میگه روز رسول خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو با ابو منذر یکی از صحابه جلیل قدر کرد رضی الله عنه. گفت یا ابو منذر آیا میدانی از کتاب الله یک آیه بزرگی هست؟ ابو منذر میگه گفت الله و رسولش دانا هست. باز دویم بار پیامبر از اون سوال کرد آیا میدانی از کتاب الله یک آیه بزرگی است؟ بعدا میگه ابو منذر آیت الکرسی را تلاوت کرد. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. همین آیت الکرسی را میگه تلاوت کردم. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگه به دست مبارکش دکنده که سینمیت زد و قال گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم والله لا یهنیک العلم ابو منذر. گفت یا ابو منذر، میگه وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم به سینم زد ابو منذر علم مبارک به تو باشد. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت الله علم به تو مبارک بگرداند، یعنی الله به این علم تو مبارک برکت نصیب کند. در برابر این حدیث عزیزان دل چند حکمت از این حدیث بهر شما میگم. یکی از فضیلت آیت الکرسی که این صفت های پروردگاره که آیت های قرآن به همدیگر بگیم در فضیلت یک نیستن، از یکی از صفت های پروردگار بیان میکنه، فضیلت بزرگ داره. و میتونین که بعد نماز هم یکی از سنت هایی که امروز در جامعه کم دیده می شود، چی بعد از نماز هم آیت الکرسی را بخونید و چی پیش از خواب کردن هم هر انسان میتوند که آیت الکرسی را چکا کند؟ بخوند. الله متعال همه ما و شما را با خواندن قرآن، با فهم قرآن و با آیت الکرسی عمل خواندن نصیب روزی بگرداند. آمین.